مصاحبه قربانعلی احمدوف روحانی معروف صوفی در قزاقستان با روزنامه‌نگار جنر بایسمیز بحث برانگیخت و در 2.5 ساعت به سوالهای زیادی از جمله درباره خدا، ترس از مرگ، جریان‌های نوپریدای مذهبی و رئیس جمهوری سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف حرف زد. اما دقت بینندگان را این پارچه کوتاه صحبت روحانی به خود کشید. او گفت که بس است، من از تو جدا می شوم و شوهر می کنم. خلاصه به خشم آمده بود. من به او گفتم تو بی عقل هستی، من خودم برایت شوهر می یابم. در نهایت من او را به یکی از شاگردان خوبم به شوهر دادم. گفتم یکی از شاگردانم را خودت انتخاب کن. وی خودش این را می خواست. وی پیر شده بود و من زنی جوان گرفتم. هرچند این روحانی دقیق نگفته است که همسرم را تحفه کردم، ولی مردم حرف او را به همین معنی قبول نمودند. صحبت قربانعلی احمدوف شبکه‌های اجتماعی را به قول ترکاند. پرودیوسر یا کارگردان شناخته در قزاقستان بیان مقصد قیزی یکی از اولین ها شده با نشر چند شرح خشم خود را بیان کرد و اندیشه های روحانی قربانعلی احمدوف را عصر میانگی و برای جامعه معاصر خطرناک نامید. پس از این پلیس مجبور شد که واکنش نشان دهد. معین کرده شد که در رفت صحبت اظهارات خلاف طلبات قانونگذاری جمهوری قزاقستان به شاگردش دادن یکی از همسران همچنین دایر به مسئله هایی که می توانند به شعور مردم و ثبات بین دین‌های مختلف تأثیر منفی رسانند دخل نمودند. ریاست امور دینی المتا در دایره صلاحیت خود نسبت به شخصی که اظهارات در بالا ذکر شده را بیان نموده است چاره اندیشیده است. او به جوابگری مأموری کشیده و جریمه بندی شد. ریاست پلیس المتا گفت قربانعلی احمدوف عضو روحانیان رسمی نیست. در برابر او روزنامه‌نگار نیز با همین بند قانونی متهم دانسته شده است. پلیس او را مسئول پهن کردن سخنان احمدوف دانست. این تصمیم برای بسیاری از جمله حقوق شناسان ناگهانی بود. روزنامه‌نگار را برای چی جزا دادن؟ آیا وی باید در همان لحظه همه این را درک میکرد؟ در حالی که اصلا دینشناس نیست. باوری دارم که روزنامه‌نگار یگان نیتی بد نداشت و مجازات او شاید نادرست باشد. اصلا رسانه ها و هم خبرنگار را در صورتی باید برای چنین قانون شکنی ها به جوابگری کشید که اگر خیلی آشکار باشند. روزنامه‌نگار جنر بایسمیز از اظهار نظر در این موضوع خودداری نمود. این اولین ماجرا نیست که پس از اظهارات فعالان دینی در قزاقستان سر میزنند. پیشتر از این ویدیوی بحث برانگیز بلاگر یربال رستملی در اینترنت پهن شده بود. وی تجلیل جشن نوروز را محکوم کرد و آن را مراسم غیر اسلامی نامید. او بازداشت و به برانگیختن عداوت مذهبی متهم گردید.